سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. امروز 10 فوریه است. نگاه به چند گزارشی برنامه. دو طفل را از زیر خرابه های زمین لرزه زنده پیدا کردند. تعداد قربانیان در ترکیه و سوریه از 21,000 نفر گذشت. قضیه خوشتامنی که کلینش را برای نانخوری استنطاق کرد در کمیته زنان بحث شد. مدینه بازگشت به خانه شوهر را نمیخواهد. کمیته گفت با او مشورت میدهند. ما همه طرفه کوشش میکنیم که اگر که مدینه خواهش داشته باشد البته با اویلش برگردانده. معلمی که 20 سال در سوخت به خانه و آواره بود و در کوچه ها زندگی میکرد، بعد گزارش رادیو آزادی سرپناهی درست یافت. خدا شکرانه میکنم که یکا میشه که شما بزید نوار برسید. رفته گفتم شر نگوشم. تعداد قربانیان زمین لرزه های ویرانگر در ترکیه و سوریه از 21,000 نفر گذشته است. به گفته وزارت تندرستی ترکیه تقریباً 75,000 نفر دیگر در نتیجه زمین لرزه 7.8 درجه روز 6 فوریه زخم برداشتند. در سوریه تعداد قربانیان به مرز 4,000 نفر نزدیک شده است. در میان این همه خبرهای غم انگیز از هر دو کشور داستانهای امیدوار کننده هم به گوش می رسند. زرانگیز نوروزشو گزارش تهیه کرده است. این طفل در زیر شکست پاره‌های یک بینایی از زمین لرزه فرو ریخته در ولایت حلب سوریه به دنیا آمده است. او را 10 ساعت پس از زلزله پیدا کردند. دخترچه اکنون یگانه کسی است که از یک عائله کلان زنده مانده است. مادرش بعد تولد او جان داد. نجات بخشان میگویند نوزاد را زمانی یافتند که هنوز ناف او با مادرش پیوست بود. ما جسد والدان او را در پهلوی همدیگر یافتیم. وقتی جستجو می‌کردیم صدای کودک را شنیدیم. هنوز ناف کودک با مادرش پیوست بود. آن را بریدیم و خود کودک را به بیمارستان افرین بردیم. حالا نوزاد در بیمارخانه طبابت می شود. دخترچه را ما دیروز ساعتی 3 بعد از نصف روز قبول کردیم. تمام بدنش پر از داغ و زخم بود. سخت سرما خورده بود. او را گرم کردیم و داروهای ضروری را دادیم. حالا شکر خدا وضعش معتدل است. با گفته پزشکان اگر کودک تا زمان زمین لرزه و فرو افتادن بیناها تولد میشد احتمال زنده نمیماند. نجات بخشان در ولایت حطه ترکیه هم در میان 10 جسد از زیر ویرانه ها یک نوزاد دیگر را زنده پیدا کردند. آنها صبح 8 فوریه هنگام عملیات جستجوی آدمان در زیر خرابه ها نوزاد را نجات دادند. پسرچه را گرم کرده برایش کمک اولیه رسانیدند. زمین لرزه سختی که روز 6 فوریه ترکیه و سوریه را تکان داد جان هزارها نفر را بود. هزارها کسی دیگر در زیر خرابه ها ماندند. عملیات نجات و جستجوی آدمان در دو کشور ادامه دارد. بعد ساعت‌های زیاد از زیر خرابه ها زنده پیدا شدن نوزادان در این دو کشور اکثریت را در حیرت گذاشته است. الک پانفیلوف خبرنگار و نویسنده زاده تاجیکستان و از منتقدان سیاست‌های حکومت روسیه در سن 65 سالگی درگذشت. در این باره همسرش اکسانا مسلک روز 10 فوریه در فیسبوک خبر داده است. الک پانفیلوف سال 1957 در تاجیکستان تولد شده است. او سالها باز بر روزنامه‌نگاری مشغول بود و به حیث پروفسور دانشگاه دولتی ایلیای گورجستان کار می‌کرد. او از سال 1993 در روسیه به سر می برد و از سال 1997 سروری مرکز ژورنالیستیک اضطراری را بر عهده داشت. اما بعدا به گورجستان رفت و تا پایان عمر آنجا بود. او از سیاست‌های حکومت روسیه و حکومت تاجیکستان تنقید می‌کرد. الک پانفیلوف مؤلف 10 کتاب از جمله ژورنالیستان در جنگ تاجیکستان، جنگ فراموش شده و همچنین چندین فیلم مستند درباره طبیعت و فرهنگ تاجیکستان است. ادامه برنامه. رهبر کمیته زنان از نشر نواری کلینی ستم دیده در اسفرک سر و صداهای زیادی را برانگیخت اظهار نارضایی کرد. او ادعا دارد که نشر چنین نوارها راهی حل مسئله نیست، ولی فعالان جمعیتی برعکس این را میگویند. استنطاق مدینه و مادر طفل نوزاد برای خوردن پارچه نان در خانه شوهر هنوز یک موضوع داغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان است.
علیشیر ظریفی و شعلوی عبدالله در این باره گزارش دارند. اگر اون نفری که این نوار رو در سامانه ها موند، اگر اون میخواست که مسئله مدینه هر فصل خود رو با نظام معین یابد، باید نمیموند. راهبری کمیته کار با زنان با یک بیانیه حیرت انگیزش نشر نواری پرسر و صدای استنطاق کلن در اسفره را کاری نادرست نامید. به نظر هلالبی قربانزاده نشر این نوارها سبب خرخشه زیاد می شود. اگر مقصد ما پیشگیری کردن باشد، ساختارهای دولتی هستند و اون مسئله که مدینه گفتیم، این مسئله زیر نظر هستند، همراه آنها کار کرده ایستادند. ولی مشکلات چی است؟ مشکلات اجتماعی است، مشکلات خانوادگی است، مشکلات بی‌طرفی است. بله همراه آنها صحبت کردن، اکنون خشتمانش همه این چیزا را راست دیگه به گردن نمیگیره. در نواری که 3 هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مدینه صدیقزاده ساکن شهر اسفره تحت استنطاق خشتمانش و با صدای گریه‌آلود میگوید از بس که گرسنه بود پاره از نان را پنهانی خورده است. حقوقشناسان و حامیان حقوق زنان برخورد رهبری کمیته کار با زنان را که نمیخواهد نوارهای ظلم و ستم به زن و مثل قضیه مدینه به اینترنت راه یابد نادرست می‌حسابند. و مقامات از همون نطقه نظری دوره شورایی گپ میزند، یعنی که همون چیزی که اونها اجازه میدن همونا باید چاپ کنه، ژورنالیست باید همونا نویسد. این یک دوره است که یگان این چیز پنهان کرده نمیشود و این هم یک تکانه بود که ارگان ها را کمک هشدار کرد. مثلا این خود همین کمیته را هشدار کرد. در واقع پس از واکنش خشمگین کاربران شبکه‌های اجتماعی، خشتمان مدینه را برای زورآوری به زن جریمه بستند. مدینه بعد این ماجرا خانه شوهر را ترک کرده در خانه یکی از خویشاوندانش زندگی دارد. یک فعال جمعیتی که برای مدینه کمک جمع می‌کند گفت مقامات اسفره از جمله رهبر بخش زنان مدینه را مجبور کرده است که به خانه شوهر برگردد، زیرا آبروی اسفره را رسانده است. در کمیته کار با زنان گفتند چنین چیزی نبود، ولی عین زمان می‌خواهند به قول خودشان عائله را سالم گردانند. کوشش کرده ایستادیم که خیلی کمتر وقت گذرد، کمتر حالت روانیش شاید با پسیخولوگ روانشناسا کار کرده ایستادن. ما همه طرفه کوشش میکنیم که اگر که مدینه خواهش داشته باشد البته با عائله‌اش برگردانده برای سالم گردانی فضای عائله او، برای بهتر گردانی زندگی او مساعدت نماییم. نواری مدینه که برای نانخوری از سوی خشتمانش بازپرسی و سرزنش میشد، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و صدها نفر آماده کمک به او شدند. کاربران میگفتند کمیته کار با زنان کجاست؟ در تاجیکستان زورآوری در عائله به قول رسم شده است و مقامات هم برای بی‌اعتنایی به این ظهورات بد تنقید میشنوند. تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 نفر بنابر ظلم و ستم در عائله و وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان مراجعت کردند. معلوم نیست پاسخ مقامات به آنها چگونه بوده است، مثل برخورد کمیته زنان یا چیزی دیگر. پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره بی‌سرپناهان زندگی یک پیرمرد که بیش از 20 سال بی‌خانه و بی‌سرپناه بود تغییر یافت. او را در نوار دوستان و همسنفانش شناختند و با مساعدت سازمان‌های غیر دولتی در خانه پیرانسالان جای کردند. فرزان محمدی دوام قصه این مرد سالمند را نقل می‌کند. میرعادل خلیلوفی 62 ساله نمی‌داند که بار آخر کی موی سرش را تراشیده بود. حالا او را در خانه پیرانسالان و معیوبان شهر خوجند نه فقط در خانه گرم و شرایط خوب نگاه می‌دارند، بلکه پرستاری هم می‌کنند. بالاخره او همچون شهروند شهر خوجند به قید گرفته شد. از همه مهمش برای نفقه گرفتن او را نامنویس کردند. ما از همه مقامات‌های دخلدار خوجند می‌ندار هستیم که میرعادل را سری وقت در سردی‌های شدید به جای گرم و شرایط خوب جابجا کردیم. Вот хорошо, самое вот холодное время мы смогли его вытащить с этой котельной. رادیو آزادی 2 ماه پیش از فوت بی‌سرپناهان در شرایط بد و بیکسی گزارش داد و در آن چند پاره نوار زندگی سخت میرعادل نیز جای داشت.
و میگوید بعد نمایش آن دوستان گم کردهش به دیدارش آمدند و برای تغییر زندگیش مصلحت و کمک ها کردند. خدا و شکرانه میکنم که یکمش که شما بزید نوار برسید. همسیفو نمیدونستم. من همسیفو خدا و شکر ایسفر قدم زیر کردم. حلیموف عبدالخلیل همسینیفومو زنگ زده گفتن که حاجی اولدیل میدانتان میگویند من گفتم نه گفتم من ویانده دیدم رادیو آزادینده نشان دادو ویانده همین خیلی یک جای پرتابنده استاده است حالتش خرابه یا رفته بینیتون. میرادل خلیلوف زاده شهر اسفره است و کسبش آموزگاری بود. گردش زندگی او را چندین بار به مهاجرت مهنتی برده و سپس در پی نابرابری‌های زندگی آواره و سرگردان کرد. او میگوید 2 فرزند و همسرش چند سال پیش با سبب‌های درگذشتند. با خویش و پیوندانش هم بعد پاشخوری عائله پدر و مادرش تماس ندارد. حالا خوشحال از آن است که همسیفانش بعد 20 سال به سراغ او آمدند. انشالله ما اکوی آدم من آدرس انیق شد. من دیدیم جاشون جای بهترین جای ناز. من انشالله ما همه وقت عیادت شما آمده میستیم. یک پژوهش سازمان دیار و بنیاد ناتبین در آخر سال 2021 معلوم کرد که در ولایت سوخ قریب 500 نفر بی سرپناهند. مؤلفان میگویند در 2 سال تنها در خوجند 30 شخص بی خانمان در کوچه و گرش‌ها و جایهای دیگر فوتیدند. سن میانه آنها 35 است. مقامات نمیگویند که برای به زندگی معمولی برگرداندن افراد بیخانه و در یا آواره‌گرد چی برنامه دارند. یکی از مشکلی‌های اساسی بی‌سرپناهان نداشتن حجت است. حالا نمایندگان جامعه شهروندی تلاش دارند با آنها دست یاری دراز کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه را با خبری از کلاب ادامه می‌دهیم. مسئولان کالج آموزگاری کلاب میگویند وزارت فرهنگ با آنها هشدار داده است تا ثبت دوباره از چاپ نشریه این مؤسسه تعلیمی خودداری کنند. نشریه معرفت 4 سال پیش تأسیس یافته بود و در آن نوشته‌های آموزگاران و دانشجویان نشر می‌شد. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش تهیه کرده است. این نخست شماره معرفت نشریه کالج آموزگاری دانشگاه کلاب است. سال 2019 به مناسبت 88 سالگی کالج تأسیس شد ولی بعد نشر چند نسخه سکوت کرد. وقتی راهبران کالج عوض شدند نشریه از چاپ ماند. خبرنگاران در قطع شدن فعالیت روزنامه رهبر فعلی کالج لطافت آدینه‌زاده را گناهکار می‌دانند. شما دستاوردی رو برهم دادین در کالج که در دهم 80 سال و میان اومده در 88 سال اون تأسیس یک روزنامه در این کالج این چی بعدی داشت شما معرفت در آغاز ماه 2 بار با حجم 16 صفحه نشر می‌شد. منبری دانشجویان و آموزگاران کالج بود که مقاله های شاگردانه و تحلیل های آنها را نشر میکرد. آن زمان 1500 نسخه نشر میشد. با تعیین شدن لطافت آدینه‌زاده به رهبری کالج روزنامه از چاپ ماند. خود لطافت آدینه‌زاده در نشست خبری گفت که در قطع نشر روزنامه دست نداشت. تو آمدن من و طبق شهادتنامه تمام شده بود به آخر از مهلتشان و ما از طرف وزیر فرهنگ حتی 2 مرتبه مکتوب داشتم که شما از همین تاریخ روز مبادا اگر اون شماره داره طبق همین خیل و برای جوابداری کشیده میشوید. در روزنامه 5 نفر کار میکرد. کارمندان سابق روزنامه میگویند که گفته های خانم آدینه‌زاده ضد و نقیض است. گپ سر این بود که شما هر کارمند گفتیم که ما در جای گزیده مرکز تبع نشر میکنیم. این شما جواب بحثی برهم دادن روزنامه در نشست خبری بود. در اینجا هم معلوم نشد که نشریه دیگر باره چاپ می شود یا نه. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. با همین برنامه به پایان رسید و خبرهای از این بیشتر را شما در سامانه رادیو آزادی .org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنکی پیدا کنید. خدا نگهدار.